دیدگاهی دولت محور، یعنی نظریه درباره چگونه در مرکزی فکر و فعالیت ما قرار گرفتنی مفهوم و نهاد دولت. محور به معنای اساس و مرکز و نقطه اساس و تکیه‌گاه. دولت که شریعه رو میگیم و دولت محور یعنی دولت در مرکز قرار دارد و دیدگاه دولت محور یعنی تعلیمات، نظریه، کتاب یا بحث درباره اون که چرا دولت مهم است و چرا اون باید در مرکزی اندیشه ما قرار گیرد. بحث اساسی دیدگاه دولت محور چی است؟ فرمول اساسی که این وارد میشه به این کتاب یا به این نظریه این است که هر یک ما همچون انسان منفیت ها، خواسته ها، تمایل ها، اندیشه های بسیار گوناگون داریم. اگر انسانی که اندیشه و دیدگاه و خواسته و منفیت خود رو ندارد و انسان نیست. و هلالی گفته بود که هر کس که در این زمانه او را غم نیست یا آدم نیست یا از این عالم نیست. برای همین هر کس که منفیت ندارد، اندیشه ندارد، موقع ندارد، فکر ندارد، دیدگاه ندارد، او یک آدمی کاملی آگاهی این جامعه نیست. بنابراین واقعیت همه جامعه ها همین است که از انسان های گوناگون فکر عبارت است. اون انسان ها باز در اساس همفکری متحد میشن. مثلا بعضی گروه رو محل متحد میکنن، بعضی رو اندیشه متحد میکنن، بعضی رو منفیت متحد میکنن، بعضی رو ذوق و شوق متحد میکنن. مثلا هست حزب کمونیستی، کسایی که با کمونیسم باور، هست حزب دموکراتی، کسایی با دموکرات، هست یک گروه محلی، کسایی یک منطقه با هم متحدن، منفعت‌های محلی خود رو دارن. هست مثلا اینا در خارجه میره حزب دوستداران طبیعت، حزب سبزها که برای اکولوژی مبارزه، حزب دوستداران ماهیگیری یا پیوه خوری هرچی. یعنی جامعه بسیار گوناگون است. کسایی است که به دین تمایل داره، کسایی است که از دین بیزار است، همه همی شهروند و همه همین دیدگاه ها اگر خراب کننده نباشه در جامعه حقوق بودن دارد. ولی چگونه این دیدگاه ها را تنظیم کنیم؟ وظیفه دولت تنظیم کردن. بنابراین وقتی که جامعه گوناگون اندیشه است و منفیت ها بسیار گوناگون است، اگر همه منفیت خود را اساسی پنداشته مبارزه کند، صحنه میشد مبارزه همه به ضد همه. زیرا که منفیت به آخر است، خواسته به آخر است. بنابراین جامعه تبدیل میشد به صحنه مبارزه همگان بر ضد همگان. این مثلا کدام محل مهم است، کدام حزب مهم است، کدام اندیشه مهم است، کدام مذهب مهم است، کدام دیدگاه مهم است. ببینید در این فضای نمی فیسبوک و اینترنت هزار نمود بحث است و اگر همه همین در صحنه سیاست با هم برخورد، این میشه رنگ روز سالهای 92 93 ما داشتیم جنگ همه بر ضد هم. پس در همینجا فرمول اساسی حل همین است که ما یک چیزی بالاتر از این منفیت ها باید داشته باشیم که در اطراف او متحد شدن امکان داشته باشه. همین نامش دولت. یعنی دولت یک نهادی است که بالاتر از گروه، بالاتر از حزب، بالاتر از منفعت، بالاتر از خواسته های ما همچون یک داده استوار، همچون یک نهادی دخالت ناپذیر وجود داره که همه منفعت ها و خواسته های ما آمده در اطراف دولت متحد میشد و ما او را همچون خط سرخ، یعنی ما در مبارزه ها میتونیم همه چی را این کار کنیم، نقد کنیم، ولی دولت را
همچون نهاد، همچون ارزش باید داشته باشیم، زیرا فقط در اطراف دولت میتواند همه متحد شود. زیرا یگون حزب، یگون گروه، یگون منفعت، یگون محل، یگون شخص نمیتواند که برای همه قابل قبول باشد. یعنی فقط دولت از اون مفهومی که ما میگیم که بله ما مسیحی، مسلمان، این دین، این مذهب، این گروه، این حزب، ولی در اطراف دولت متحده. از یک دولتیم، از یک کشور، این مفهومی متحد کننده. ولی در این بحث‌های دینی اگه محیط علماست فقط بحث‌های دینی مثل داره. مثلا به قول حافظ گیریم 72 ملت یا فرقه و مذهب وجود داره. همه مذهب ها به خود یک حقیقتن، همه مذهب ها به خود یک فکرن. ولی مثلا وقتی اگر شما خواهید نصیحت کنید در یک کنفرانس بین المللی نزدیک شوی مذهب ها اگر شما سخنرانی کنید میگی که خیلی این ما مذهب ها گوناگون است ولی خدای ما یک است، قرآن ما یک است، پیغمبر ما یک است. این سه جایی هست که همیجاش عمومی کننده است. وگرنه امامای هر مذهب دیگر، فکرش دیگر، شرعش دیگر، حکمش دیگر، فتواش دیگر، نظرش دیگر. ولی یک جایی میایم میگیم که بله همه دیگر هستیم ولی مثلا خدای ما یک است، پیغمبر ما یک است، کتاب ما یک است. این جای متحد شدنش است. در سیاست همین خیلی جایی که همه با وجود گوناگونی فکر و منفعت و عقیده میتونه متحد شد، این دولت است. فهمید؟ بنابراین دیدگاه دولت محور میگه که اگر ما در فعالیت سیاسی دولت رو، منفعت دولت رو از منفعت شخصی، گروهی، حزبی، ایدئولوژی خود بالاتر گذاشته توانیم، ما میتونیم یک جامعه با ثبات، متحد، وحدت دار باشیم. اگر منفعت شخصی و گروهی و حزبی و محلی خود رو از دولت بالاتر گذاریم، میگیم اگر دولت چپه میشه، ویران میشه، خراب میشه، با آدمی فکری من حاکم باشه، اون وقت دولت هم خراب میشه و همه ما بدبخت میشه. بنابراین دولت همون محور و مرکز است که همه ما رو میتونه متحد کند در اطراف منفعت‌های عمومی. وقتی میگیم دولت محور، دولت باید مهم باشد، دولت در مرکز باشد، ما چی رو در نظر داریم؟ زیر مفهوم دولت ما خود یعنی کشور، خود سرزمین، خود مردم ما، خود نظام سیاسی کنستیتوسیونی دولت، همه شاخه های خود ارزش های ملی و دولتی و سیاسی، خود مقدسات یا منفعت های ملی، امنیت ملی، ثبات ما، در مجموع اون ارزش هایی که برای همه برابر متعلقند و برای همه برابر لازمند و اون ظرفی که در داخل اون ما همچون ملت وجود داریم زندگی میکنیم، اما رو میگه دولت. سببی نوشته شده در این کتاب در این بود که من در روندهای گوناگون سیاسی بودیم، چی در سالهای جنگ و در مخالفین و در حکومت و در دستگاه و در شرق و در غرب و سالهای زیادی تجربه کار در نهادهای گوناگون و همین خلاصه من همین بود که همه ما حقیقت خود رو داریم، ولی تا زمانی که در اطراف یک حقیقت بزرگتر متحد نشویم، حقیقت‌های ما یکدیگر را منوخ شکسته میرم. بنابراین تجربه شخصی و خلاصه علمی من این بود که اگر همین دولت رو همچه ارزش در نظام فکری منجاتیه و در اطراف اون متحد شیم و او رو همچه خط سرخ اعتراف کنیم و درک کنیم، دیگر فضای همزیستی برای همه فراهم میشه. ولی اگر هر کس خود را از دولت مهمتر شمارد، هیچ این مبارزه آخر نخواهد داشت. همین تجربه حیاتی